هبه همایونی کردیم به دولت افغانستان. پیازچه های خوب زعفرانمون رو دادیم به دولت افغانستان که امروز در 16 ایالت داره کشت زعفران میشه. ما در کانتری برند ایندکس تصویر یک برند یک کشور قبلا میگفتیم افغانستان کانتری آف اوپیوم، کشور تریاک. امروز داریم بهش میگیم کانتری آف سافرون، کشور زعفران. سال قبل در نمایشگاه برلین زعفران افغانستان رو که ما بهشون هدیه داده بودیم شد بهترین زعفران جهان. معاهده لیسبون میگه این که اگر کالایی خاص یک سرزمین باشه مثل زیره کرمان، اگر کشوری بره اون رو ثبت کنه و کد جی آی بگیره برای صادراتش، بقیه کشورها باید به اون کشور حق لایسنس بدن. اگر ما نجنبیم، این نامه‌ای بود که من در دولت قبل نوشتم، در دولت فعلی هم به آقای روحانی نوشتم که اگر نجنبیم زعفران جهان داره به نام افغانستان ثبت میشه و ما باید برای صادرات به افغانستان حق